میکنه چیکو کردی تو نزنی را چیکو میکنی یا بنج دو بلاک میکنی و برای چی رقه دو بلاک میکنی خود درست چی داره دوانه ای بزریف بشم مکفا بکافه بعد رنگی تتایتی که داره سلام علیکم سازی تنجی برادر گاز داری؟ هو هست بزن یه 10 تا گاز چخونش بگیر ها سلام علیکم گاز داری؟ ما گاز دارم از هایدی ممسون که بخشیش هایدی ممسون که هایدی نمی مشه رفت چی گفت؟ های بخشیش هایدی کنجیا چی با میگیره زمون؟ او گریخت اکاول میکپی مشه انا مشه می چی مرا سرکیسن بیان؟ و تو کجا را میگریزی بگو دویدن گوسالا تا کادو من کد اینا من کد من کشا بست مامی جان ای پلیز заправкай ва юра ман надодам беба бахшиш бугум تو این شافداری نداری اکا فهمیدم اکا جون چی را فهمیدی؟ اکا هازی به پلیز заправка там پلیز اپراف کن سرت بمانا و به اسم شلنگی گاز ما بگیرم او انوا سلام علیکم سلام علیکم سنده رئیس کارگاه خوب همون طرفت هر روز ماشین رو رویش میکنی بازار دار ماشین بیزنس چی خیلی بیزنس همی خیلی برادر بیزنس میگم که چه پرابلم داره که ای چشمات معلومه خیلی که کانترکت پرابلم بود برای همون پیش دوم اومد پرابلم بود که فایده کردم گازن چی پرابلم پرابلم همین کی نوارجون نه پدر زدم اونم که ای خونه اویلام تلفن کرد که سوید میرم پشی درد اومده ایستاده نمیره سویت می برون میگه نه 300 سوم خرج دارم دو ماه خرج دارم من گفتم تو بگاهی تو پگاه خب همین سوم میدادی 300 قدر سوم 300 سوم میدادی 300 سوم نه من یا بالا کرده با میدادم پلیت رو خی شیت اسم جان درسته اونه که در کیسم با فکرم که همین خرید کرده که من 200 سوم دارم 200 سوم بله 200 سوم دارم خیمیش هم 200 سوم بته یکم 100 سوم دیگه قرضدار میشی با کی میتی اوشا چالشید با چه خیلی میشه باور که عثمان ایکو این سمایلو تمام قوای ما بوده که در عثمان میره اورو ایکو با دورین آرخ میگذره بغرب میگه در دورین شبینو قد گذاشته سر نه تو در آخه چه میکنی نه گفتی من رفته که مخی سه بورژیل میرم اوی انور اینم پرابلم رو یا نفهمم اوتا کو این متهم اینجا بیا در اینجا چیکار میکنی؟ السلام علیکم آتا جان سازی تنجی خوبی؟ گشته نکن گشتم چیکار میکنی اینجا؟ هیچی من قطعا دوست دارم اینجا شدم من چی گفته بودم وظیفه خونگی تیار؟ وظیفه خونگی چی بود؟ ضرب و تقسیم بود کرات ها؟ کرات انم کرات تیار کردم من میپرسم مایلش من قطعا یک دوست نزدیکم تیار کردم تیز خونه را ما؟ خونه این همون چیه کن؟ کرات کن ضرب و تر کن همون رو میگه تیار کردین من میگم که تیار کردم نه که من تیار نکردم راستی گفت او میگه که 6 کرده 6 چند میشه من قرار اینجا گشتم میخواد چی رفتم من گفتم که روزی نشریزه تو همین سوال عادی را نمیدونی من گفتم 6 کرده 6 گفت چند میشه من گفتم چی چیل نمیشه و 6 کرده 6 36 میشه چند 36 ما چیل میگم روزی نمیشه 36 در یک جو روزی میشه گران الو بچه‌های نمره دیدم این خبر نمره درست گفتم کی باشه زنگ سر چخه بچه‌های لندن چخه ماله شورا جان خکی کدوم اومد با زنگ بزن محمد بدری
بدرو السلام علیکم اکای دکتر جان و علیکم السلام بخشیش که من شما رو در بیمارخانه دایره نکردم خانه‌تون آمدم محمد بسیار خوب کردی بشینید اکای دکتر جان دیگه چه شما ایروز شما در بیمارخانه نبودی ایروز عادی خیلی خطایی چه خیلی چند خشیدک odpuska bo'lmadagim همین اکای دکتر جان راستی من شما در اعتقاد دارم برای که شما یعنی که دکتر نغز بسیار بیمارای دست شما به خاطر خداوند شفا یافت انا به همین خاطر من آمدم نزد شما به کدام خاطر به خاطری که من همین تست فربه میشم گفتم که همین شما من در یک تبابت یکم رژیم بفرمایید که من همین فربه نشم کو دان دوی کن دان دوی کن برو پویو زبون برو ابو برو انم خیر ای بچه سو دیگه بسیار میخوده کم بخو چما من همین گرادوستی که تایی کشتم 5 دقیقه بسر کن بعد چخلای با شکم شکم تستش تمام میشه خالی فربه میشم فربگی در انسان ضرر داره بله همین انسان بعضی انسان من انسان خود چند بعد ناراحت میشه بعضی همین مردکا رو میبینی میخرن خواه میکنن که با فربگی دیچور میشون دیدی همین وقتی که خوردی باید خواه نکنی بخیزی کندر حرکت کنی همون فربگی در انسان دیدن نمیشه کو گراندوستی کپته کو ای بچه ای سازی کو این نه تمپیراتورا داری نه هیچی همه 100% آخه فربه میشم فربه تو فربگی گفتی ها؟ مرا گوش کن این راه داره خرابشایی راه داره خب همین تو باید کو سهر بر وقت خسته میتونی تو من سهر و خروزا رو من بیدار میکنم پیش خروزا من میخیزم اگر دیده بودی در کرده سر یکم چی در کرده تمام مرا گوش کن همین سهر بر وقت بخیز رومالچه داری در خونه تو رومالک داری ها هوا در میان ببند سخت ببند یک انمی قانون بگیو همین در رومالچه بمون فقط سنی پیش بداو همین بداو که سنی قفا نگاه نکن فقط بداو به ایست بداو به ایست فهمیدی؟ همین ایستادنی باش کو نه ایستو در صورت همین تکده بداو فهمیدی؟ همین تکده که دویدی او یعنی میدونی چی معنی داره همین دم تا خود میکنه دم خیلی فهمیدی؟ لیکن نه ایستو تمام همه نور دارک میداون با شما دا زنگ میزنم با دلشو بگی حتما زنگ بزن نمرام هم بدونی ها؟ تمام برای زنگ بزن فهمیدی؟ چیزی نشی برای 1-2 روز پس زنگ بزن هزار رحمت که شما هستید هزار رحمت این مردم محله مردم اکثریتی همین ده ها دست شما شفا یافت بهتر همین من میداوم تا جای در کنم با زنگتون میزنم رحمت اکای دکتر جان هم میگن در وقتی خوردن آدم باید یک کزا غم نتا الو سلام علیکم اکای دکتر و علیکم اکا خیلی پدروز میکنه من همون بچه که 20 روز پیش اومده بودم که ها چخلی میشه و رحمت یک خدمت ها چی خدمت بجان دی بگو یا $2000 مداره که ها چکو میکنی آخه من را گفتی بداو که من 20 روز دویدستم در ایتالیا رسیدم پلی ندارم ایش بخیزم بیام